بیننده عزیز سلام، خدا کنه ساعت شما خوب باشه. من امروز میخوایم یک لغورمندی جور کنم که در این یک 2 عدد پیاز انداختیم و یک 4 دانه مسیر، یک قاشق مرچ سرخ بندازم، یک نیم قاشق چیز زیادتر زردچوبه، و یک قاشق ناشتای خوری مرچ سیاه. این را میکس میکنم. برای یک 2-3 دقیقه. بعدا یک گیلاس ماست قبلا ما شستیم تیار ماندیم که ماست را اضافه میکنم. این را میمانم برای 20 دقیقه تا ماست ما تیار شد. بیننده عزیز، یک پیله ماست است که ما قبلا شستیم، به این میکس میکنم. یک 2 لیتر آب اضافه میکنم، 1 لیتر ببخشید. این را میگذاریم برای یک 20 دقیقه که ماشش تیار شود. تا ماش تیار شد من گوشتی رو تیار میکنم. گوشت دان نخوت من تیار میکنم. این برای 20 دقیقه میجه باشه. یک بریک میگیرم. دوست عزیز، یک 2 قاشق کلان و گشنیز تخمش قبلا شستیم، اینم دیگه اضافه میکنم. قورمه گوشتم تیار کردیم. این را میمانم که تا نرم شود. بعدا باز دال نخوت ما نرم کردیم، همراهش مخلوط میکنم. فقط 10 دقیقه دیگه تا این ماش ما ذره نرم شود. باز یک 2 پیاله یک برنج ما قبلا شستیم، این را دیش اضافه میکنم. تا وقت یک بریک میگیریم. دوستان عزیز، گوشت خبر میگیریم. گوشت ما تقریبا تیار است. دایی ما دال نخوت قبلا ما تیار کردیم، جوش دادیم، این را دایی مکس میکنم. فقط برای 10 دقیقه. یک 5 دانه مرچ تازه است، مرچ چی
گیرم دایستی میکنم برای نمودم برای مزهشم دیگه قورمه دوست عزیز ما 2 دانه پیاز سرخ کردیم 2 دانه پیاز سرخ کردیم دیگه گوشت سرخ کردیم 1-2 دانه 3 دانه سیر انداختیم 1 قاشق مرچ سیاه 1 قاشق مرچ سرخ 1 قاشق کلان نمک کل اینو مخلوط کردیم همه 1 قوطی بانجورومی و 1 قاشق هم رب بانجورومی اینو ماندم که نرم شود دیگه قورمه اینه تیار است تقریبا بر 10 دقیقه میمانیم 1 بریک میگیریم تا وقت بخیر انشالله ماش ما تیار میشه باز برنج بندازیم دیش دوست عزیز گوشت و چیز خبر میگیریم که نرم شده یعنی ماش ماش 5 دقیقه دیگه هم کار داره 5 دقیقه دیگه هم میگذاریم قورمه گوشت ما فکر میکنم که تیار است قورمه گوشت ما تیار است برای 5 دقیقه دیگه میکنیم میده باز تیار میشه بخیر 1 بریک میگیریم دوست از این ماش خبر میگیریم ماش چطور شده ماش تیار شده به یال برنج اضافه میکنیم برنج قبلا ما شستیم اینو میکس میکنیم ناگفته نمانه دوست عزیز در قورمه ما 6 دانه آلو بخارا ما انداختیم برای تستش پرتیم بسیار مزه‌دار میه این حال ما دهی تقریبا 2 لیتر آب اضافه میکنم این سر رو بسته میکنم برای 10 دقیقه تا که برنج یک ذره صحیح شود باز بخیر تقریبا 20 دقیقه بعد نان تیار است دوستان عزیز برنج ما تقریبا تیار شده دیگه اینه ما فقط 10 دقیقه با آتش کم این دم میتم بعد از دیگه نان تیار است درجه دیگه کم میکنم 10 دقیقه بعد انشالله تیار میشه بخیر دو وقت میگیریم 1 بریک دوستان عزیز نان ما تیار است بخیر نان میکشیم بخیر با اجازهتان
بسم الله الرحمن الرحیم. یا قورمه ما، یا شعله. بسم الله. بازی خلاص شد دیگه. دیگه میمانیم. شد قورمهش. کار دیگه ما خلاص شد. دیگه به طرف بمانیم. برای دیزاین چادر گشتی رو بندازیم. دوستای عزیز که شوله قورمندی ما تیار شد دیگه. هم چتنیش است، هم شوله قورمندی. خدا کنه خوشتان آمده باشه. تا برنامه آینده، خدا یار نگهدارتان.
روزتان خوش. خداحافظ شما.